دوستان عزیز و زبان آموزان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر علم پایه و اساس داره. مثلا ریاضی اولین گام باید اعداد یاد بگیری. زبان انگلیسی اولین گام باید ABC را یاد بگیری. به همین شکل اگر میخواهی قرآن درست بخوانی، میخواهی زبان عربی را درست یاد بگیری، درست تلفظ کنی، باید حروف هجا را باید درست یاد بگیریم. اگر ما و شما حروف هجا را درست یاد نگیریم، درست تلفظ نکنیم، طبیعی است که باز کلمات درست تلفظ کرده نمیتونیم، جملات درست تلفظ کرده نمیتونیم و در نهایت وقتی میاییم قرآن میخوانیم، کتاب میخوانیم، اشتباه میخوانیم. مشکل در کجا بود؟ مشکل در ابتدا بود. بیاین دوستان عزیز، حروف هجا را باید ما و شما درست یاد بگیریم و درست تلفظ کنیم. بینندگان عزیز، من در بیشترین درس هایم روی از این تاکید میکنم که برای آموزش زبان عربی 4 مهارت خیلی مهم است: شنیدن، صحبت کردن و خواندن. خب دوستان عزیز، به همین 4 مهارت من این درس پیش میبرم. چه قسم؟ اول شنیدن. من میخوانم، شما گوش بگیرین، فقط گوش بگیرین، درست گوش بگیرین که من چی میخوانم براتان. بسم الله الرحمن الرحیم. هر درس باید با بسم الله آغاز شود. الدرس الاول، درس اول، حروف الهجاء المفرده. حروف هجا، این تمامش حروف هجا است، مفرده یعنی تنها تنها. خب گوش بگیرین، 2 دفعه 3 دفعه ما هر کدامش تکرار میکنم. الف، الف، با، با، تا، 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 ثا، جیم، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زا، زا، سين، سين، شين، شين، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عين، عين، غين، غين، فا، فا، قاف، قاف، كاف، كاف، لام، لام، ميم، ميم، نون، نون، واو، واو، ها، ها، حمزة، حمزة، یا، یا، یا. خب دوستان عزیز، 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 مرتبه، 5 مرتبه این را شما گوش کنید. بعد از اینکه گوش کردین، درجه دوم چی است؟ تکرار. چیزی را که من خواندم او را شما باید تکرار کنید. چه قسم؟ مثلا من میگم الف، شما میگین الف، 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 با، با، تا، تا، طا، طا، تا، طا. اینمی قسم همراه ما تکرار میکنید. خب چون وقت ما زیاد ضایع نشوه، اینمی درسی را که من خواندم امور شما باز استاپ کنین یا استاده کنین، توقف بدین، با او شما
تکرار کنید. مثلا باب، تکرار کنید باب. مثلا تاب، تاب. طاب، طاب. یعنی فرق بین تا و تا اینا را باید شما محسوس کنید در شنیدن که ما تا گفتم این حرف است، تا گفتم این حرف است، سین گفتم این حرف است، تا گفتم این حرف است. شنیدن خیلی مهم است که تو چی میشنوی؟ تا میشنوی یا سین میشنوی؟ مثلا فا میشنوی یا قاف میشنوی؟ به این شکل. خب بعد از اینکه خوب شنیدین و خوب تکرار کردین، بعد از شما چی میکنین؟ سوم میخوانین. حالا بخوانید الف با تا آخر شما باید بخوانید. صدایتان را ثبت کنید. باز ان شاء الله العظیم یک راهی پیدا میکنم که صدایتان را برای ما روان کنید و ما اصلاح میکنم، پس براتان روان میکنم. یعنی خواندن خیلی مهم است که باید شما بخوانید. و چهارم نوشتن. نوشتن هم باید یاد بگیرید. مثلا چه قسم نوشته میشه؟ به این شکل نوشته کنید الف. این چه قسم نوشته میشه؟ به این شکل با، به این شکل تا، به این شکل لام. نوشتن شما باید درست یاد بگیرین. خب دوستان عزیز، حالا اگر متوجه شده باشین کدام حرفی اضافه از حرف زبان فارسی نیست. تمامش همو حروفی است که در زبان فارسی ما و شما یاد گرفتیم و میخوانیم. فقط 4 حرف زبان فارسی در عربی نیست. باقی تمام حروفی است که در زبان فارسی ما و شما استفاده میکنیم، فقط تلفظش کمی فرق میکنه. تلفظش بعضی حروف یک کمی دقیق تر باید تلفظ شود. مثلا ما شما میگیم که ب، در عربی باید بگیم با، چون در قرآن مهم است برای ما و شما. نه مثلا میگیم توی، بعضیا توی میگن، اینجا قا. مثلا زال میگم زال، دال زال، زال. پا، پ، پ، چه، ژ و گاف در زبان عربی نیست. باقی همه همو حروفی است که ما و شما در زبان فارسی استفاده میکنیم. خب و ان شاء الله العظیم درس آینده ما و شما از کتاب خواهد بود. کتابی که براتون نشان دادم کاملا درسی عملی، شنیدن، صحبت کردن، کاملا یک فضای واقعی براتون میسازم تا بتانید به خوبی یاد بگیرید. دانش آموزان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، اولین گام برای برقراری ارتباط میان 2 نفر و یا چندین نفر سلام هست. بعد از او معرفی خود. به همین دلیل درس امروزی ما و شما که التحیت و التعارف هست، از مهمترین درس های ابتدایی در زبان عربی به شمار می رود. در این درس ما می آموزیم در زبان عربی چه قسم ما سلام کنیم، چه قسم خود را معرفی کنیم و چه قسم با دیگران احوال پرسی کنیم. پس خیلی درس مهم هست. شروع می کنیم به درس. درس ما و شما به همو 4 مهارت پیش میره. اول شنیدن. به این معنا که شما فقط گوش بگیرین من چی میخوانم و چه قسم میخوانم، دنبال معنا نگردین، دنبال کلمات نگردین، فقط گوش بگیرین و خوب دقیق گوش بگیرید. التحیت و التعارف. التحیت و التعارف. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الحوار الأول. انظر واستمع وأعد. خالد السلام عليكم. خالد السلام عليكم. خليل وعليكم السلام. خليل
وعليكم السلام. خالد. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خالد. ما اسمك؟ خليل. اسمي خليل. خليل. اسمي خليل. خالد. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ خالد. بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. خب بعد از اینکه خوب گوش گرفتین، البته من 2 دفعه خواندم، اگر 2 دفعه برایتان احساس میکنین که کافی نیست، خیر است، ویدیو در خدمتتان است. 30 مرتبه، 4 مرتبه، 5 مرتبه تا 10 مرتبه گوش بگیرین تا درست بفهمین که من چه قسم تلفظ کردم. السلام علیکم نگوین که سلام علیکم، نه من سلام علیکم نگفتیم، ما گفتم السلام علیکم. ما علیکم السلام نگفتیم. و علیکم السلام. به این شکل گوش بگیرین. خب حالا بیاین تکرار. من میخوانم، شما با ما تکرار کنید. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. یعنی شما باید وقتی که من میخوانم با ما تکرار کنید. معنا میکنم الوحدة الأولى تقریبا درس اول. التحية والتعارف. التحية تحیه تقریبا سلام میگه. تحیة الاسلام السلام علیکم در حدیث میآید تحیة الاسلام. والتعارف تعارف معرفت. با کسی شما معرفی میشوین. خب الوحدة الأولى درس اول. الحوار الاول محاوره اول. محاوره از بین 2 شخص که یکی خالد هست و دیگری هم خلیل. خب شروع میکنه با السلام علیکم. جواب السلام علیکم چی هست؟ و علیکم السلام. اسمی خالد. ما گفتم که با زبان عربی برای فارسی زبانان خیلی آسان است. اسم ما شما استفاده میکنیم. اسمی که اینی یای نسبتی هست، یعنی اسمی نام من چی است؟ خالد. مسموک ما این سوالیه هست. مسموک نام تو چی هست؟ نام تو چی هست؟ این میگه اسمی خلیل. نام من خلیل هست. کیف این هم سوالی است. کیف حالک چی حال داری؟ چی حال داری؟ بخیر الحمدلله خوب هستم. والحمدلله بخیر والحمدلله. و کیف حالک انت و تو چی حال داری؟ و کیف و چی حالک حال تو حالو که انت تو. این در جواب چی میگه؟ بخیر والحمد لله. سوم میایم به محاوره. الحوار محاوره است. دوستای عزیز این خیلی برای یادگیری برایتان مهم است. درس شما یک ماحول بسازین تا عملی شود. چه قسم ما عملی میکنیم؟ که باید 2 نفر با هم محاوره کنند. خب شما در چه شرایطی هستین؟ کوشش کنین با دوستایتان با کسی که یک جای درس میخوانین با او محاوره کنین. یکتان خالد باشین دیگرتان خلیل. السلام علیکم و علیکم السلام. اسمی خالد. ما اسمک؟ ما خالد هستم. نام تو چی هست؟ به می شکل یکتان خالد و دیگرتان خلیل محاوره کنین. یا اگر
کسی با شما نیست، تنها هستی، خودت با خودت محاوره کو. فرض مثال به این شکل، در مقابل شیشه، در مقابل آینه ایستاد شو، هم خودت خلیل باش و هم خالد. السلام علیکم. جواب بتی و علیکم السلام. کیف حالک؟ بخیر والحمد لله. به این شکل تلاش کنین، محاوره کنین. انشاءالله با مرور زمان باز ما تلاش میکنم یک فرصت خوبی و یا یک گروه های واتساپ و تلگرام بسازم تا ما و شما بتانیم عملا محاوره کنیم با هم دیگر. چهارم نوشتن هست. شما تلاش کنین این همه درس نوشته کنین، بالخصوص بعضی کلماتی که جدید هست. مثلا اسم، نام، درست است؟ مثلا اسمک، از اسم ببینین، اسمک. اسمی، اسمک چی معنا؟ نام تو. اسمی، نام من. نوشته کنین. کیف حالک. به این شکل تمام درس ها را شما نوشته کنید. کلمات جدید، جملات، به این شکل شما نوشته کنید. ان شاء الله العظیم درس به خوبی یاد میگیرید. خب بینندگان عزیز، من تلاش میکنم درس زیاد طولانی نکنم، مختصر خلاصه برایتان تشریح میکنم، اما 3 روز در میان و یا 2 روز در میان ویدیو اپلود میکنم تا شما فرصت خوبی داشته باشین درس زیاد گوش بگیرین. 2 دفعه، 3 دفعه، 4 دفعه گوش بگیرین و تکرار کنید، محاوره کنید و نوشته کنید. و مهمترین نقطه شنیدن هست. ما ویدیوی زیادی در مورد مهارت شنیداری و یا شنیدن و یا استماع ثبت کردیم و در همین صفحه‌ای که شما این درس دیدین موجود هست. برین گوش بگیرین. نفهمیدی خیر است، نفهمیدن مشکل نیست، اما گوش بگی. چرا؟ چون مثلا مسموکه گوش گرفتی، مشکل نیست نفهمیدی معنایش هم نفهمیدی، گوش بگی. مسموکه درست میشنوی، درست یاد میگیری. فرصتی میآید که وقتی برای معنا شد، معنایش با آسانی میفهمی. این مسموکه که من شنیده بودم معنایش بوده، نام تو چی هست؟ پس تلاش کنید زیاد. پیش از اینکه این درس براتان تشریح کنم، از او درس یک کمی سوال میکنم، شما کوشش کنین پیش خود جواب بتین. اسمی مختوم. مسموکه. خب در جواب باید خودت نامت بگی. مثلا بگی اسمی احمد. کیف حالک. در جواب باید بگی بخیر والحمد لله. خب درس امروزی ما و شما هست الحوار الثانی، یعنی محاوره دوم. بمو شیوهی 4 مهارت پیش میریم. اول شنیداری، یعنی شما باید فقط بشنوید. شنیدن من میخوانم، شما دقیق گوش بگیرید. الحوار الثانی، خوله. محاوره از بین خوله و خدیجه. خوله: السلام علیکم. خدیجه: و علیکم السلام. خوله: اسمی خوله. مسموکی. خدیجه: اسمی خدیجه. خوله: كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله.
والحمد لله. خب دوستای عزیز تلاش کنین. من خود 2 دفعه خواندم تا ویدیو بسیار طولانی نشوه. شما 3 دفعه 4 دفعه تا 5 دفعه گوش بگیرین تا تلفظتان درست شود. چقدری که خوبتر و دقیقتر میشنوین به همان اندازه تلفظتان بهتر میشه. خب حالا دوم شما با من بخوانید. من باز میخوانم، شما هم با من یک جای بخوانید. التحیة والتعارف. الحوار الثاني. خوله السلام عليكم. بخوانید شما. خدیجه وعليكم السلام. خوله اسمي خوله ما اسمك؟ خديجة اسمي خديجة. خولة كيف حالك؟ خديجة بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خولة بخير والحمد لله. تلاش کنید 2 دفعه 3 دفعه بخوانید تا تلفظتان بهتر و خوبتر شود. خب بعد از اینکه شنیدین، بعد از اینکه تکرار کردین، حالا میاییم به دور چی؟ به دور تمرین، محاوره. سوم محاوره. خب بمو شیوه درس قبلی تلاش کنید اگر دوستتان هست، همسنفیتان است، با او یک جای محاوره کنید. یکتان رول خوله را بازی کنید و دیگه تان خدیجه. السلام علیکم و علیکم السلام. خدا معرفی کو. اسمی خوله ما اسموکی؟ پرسان کو. او باید جواب بده. به می شکل اگر کسی با شما نیست، تنها هستین، تلاش کنین خودتان تمثیل کنین. مثلا گاهی در مقابل آینه شیشه ایستاد شو، تمرین کو. بگو کیف حالکی؟ باز در جواب خودت بگو بخیر والحمد لله. سوال کو و کیف حالکی انتی؟ بخیر والحمد لله. به می شکل شما تلاش کنید، تمرین کنید. ان شاء الله العظیم کمی درسا پیش بره ما براتان گروپ های واتساپ، گروپ های تلگرام می سازم که باز ما و شما درسا را عملی پیش ببریم، تمرین کنیم. فلیزا از شما خواهش میکنم صفحه ما را سابسکرایب کنید، با دوستانتان شریک بسازین تا ما و شما بتانیم جمعا این درس ان شاء الله پیش ببریم. خب معنا میکنم کسانی که درس یا حوار اول خوانده باشن طبیعی است که معنای از این باید بفهمند دیگه. لازم نیست من معنا کنم. تفاوت در کجاست؟ تفاوت اونجا خوانده بودیم مسموکه، اونجا درس ما بود مسموکه، اینجا هست مسموکی. چرا؟ چون محاوره بین 2 خانم هست، بین 2 دختر خانم که یکی نامش خولتون خوله هست و دیگری هم خدیجه. درس اول ما محاوره بین خالد و خلیل بود. پس اینجا ما برداشت میکنیم اگر مخاطب ما، طرف ثانی ما دختر خانم باشه، برش میگیم مسموکی. این برای تأنیث هست، این برای تأنیث هست. حالا چی قاعده داره؟ ما روی گرامر قاعده حالا داخل نمیشیم. گفتیم که کتاب ما کتاب کامل هست، پس آنترا باز تأنیث و مؤنث تشریح میکنه برای ما. میگذاریم قاعده را و گرامر را به جای خودش. اسمی خوله، نام من هست خوله. مسموکی، نام تو چی هست؟ میگه اسمی نام من، یا نسبتی هست، یعنی اسمی نام من. خدیجه کیف حالوکی؟ کیف حالوکی مثل ازی. اینی هم برای چی است؟ تأنیث هست. اگر مخاطب ما مؤنث هست برش میگیم کیف حالوکی. اگر مذکر هست، پسر هست، میگیم کیف حالک بخیر والحمد لله. و کیف حالک انتی؟
گفتیم کیف حالک، چی حال داری؟ بخیر، خوب هستم، ولله الحمد، الحمدلله. آدم باید تشکری کنه، شکرگزاری الله متعال باشه که صحتمند هست. و کیف حالک انتی، و تو چی حال داری؟ میگه بخیر والحمدلله. اگر هر دانش آموز به اینمی شکل درس پیش ببره، مطمئن باشه که انشاءالله یاد میگیره. خب شنیدیم، تکرار کردیم، محاوره هم انجام دادیم. تلاش کنید نوشته کنین، نوشتاری هم فراموشتان نشوه. نوشته کنین. اگر حرف نوشته میکنین، کلمه نوشته میکنین، جمله نوشته میکنین، تلاش کنین نوشته کنید. خب دوستان عزیز، همینجا درس ما و شما خاتمه یافت. تلاش کنید بسیار وقت بتین، بالخصوص به شنیداری. کوشش کنین قرآن کریم بشنوین، احادیث نبوی بشنوین، هر چیزی که توانایی دارین در همین صفحه یوتیوب من ببینید. من به صداهای مختلف، به صداهای قاری‌های مختلف قرآن کریم، سوره بقره، دیگر سورت‌های قرآن کریم را اپلود کردم. او را بشنوین، با شما کمک میکنه، یاری میکنه تا حروفتان اصلاح شود، گوشتان با عربی، با صداهای عربی آشنایی پیدا کنه. هر وقتی که گوشتان با صداها، کلمات، جملات عربی آشنایی پیدا کرد، به شما عادی میشه. حالا پشت معنا زیاد نگردین. شما دنبال از این نباشین که حالوکی چی معنا؟ انتی تو، انت تو. پشت حفظ نگردین، پشت معنا نگردین. اول ما و شما تلاش میکنیم که شنیداری، محاوره ما خوب شود. بعد از اینکه گوشتان، زبانتان با این کلمات، با این جملات عادت کرد، معنایش خود به خود میفهمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس اول ما آموزش حروف هجا و درس دوم و سوم ما البته محاوره اول بود، محاوره دوم بود و امروز هم ما محاوره سوم میخوانیم. با مو شیوی 4 مهارت پیش میریم. درست است؟ اول شنیدن. شروع میکنم، من میخوانم، شما گوش بگیرین، پشت معنایش نگردین. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیة والتعارف، الحوار الثالث. محاوره است بین محمد و شریف. من میخوانم، شما گوش بگیرین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ محمد چی میگه؟ أنا تركي. أنا تركي. أنا من تركيا. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حالا با من تکرار کنید. خب من 2 دفعه خواندم تا وقت ما زیاد ضایع نشوه، اما شما تلاش کنین 4 مرتبه، 5 مرتبه گوش بگیرین. حالا با من تکرار کنید. التحية والتعارف، الحوار الثالث. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخوانید. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ محمد. أنا تركي. أنا تركي. أنا من تركيا. أنا من تركيا.
اهلا و سهلا، اهلا و سهلا. به اینمی شکل شما باید تکرار کنید، یعنی 2 دفعه 3 دفعه چیزی که من میخوانم گوش بگیرین و با ما تکرار کنید. خب معنایش میکنم. السلام علیکم. و علیکم السلام. واضح هست معنایش؟ میگه من این انت، تو از کجا هستی؟ شریف چی میگه؟ انا، من من پاکستان، من از پاکستان هستم. چون در حروف هجا گفتیم در زبان عربی حرف پا یا پی وجود نداره، فلذا حرف پی وجود نداره. پاکستان به پاکستان تبدیل شد چون نزدیکترین حرف به پی ب هست، با هست، پاکستان. خب چی میگه؟ هل، آیا، هل، آیا انت پاکستانی، یعنی تو پاکستانی هستی، پاکستانی هستی که ما و شما میگیم ترکی هستی یا امریکایی هستی یا افغانی هستی. به این شکل پاکستانی اینی یا به معنای نسبتی هست. نعم، بله، نعم، بله، انا پاکستانی، من پاکستانی هستم. و ما جنسیتک انت، و تابعیت تو چی هست؟ جنسیه به معنای تابعیت، یعنی در انگلیسی میگه نشنالیتی. درست است؟ و ما جنسیتک که انت بینی، انت جنسیتک، انت به این خیلی متوجه باشین چون درس قبلی ما و شما انتی بود. گفتیم انت به مذکر استفاده میشه و انتی به مؤنث. جنسیتک به مذکر استفاده میشه، انت. چی میگه؟ انا ترکی، من ترکی هستم، من ترکی هستم. انا من ترکیه، ترکیه نام کشور هست، مثل که پاکستان نام کشور هست، ترکیه نام کشور هست. وقتی که خود به مو کشورش نسبت میده میگه ترکی، انا ترکی، اهلا و سهلا. خب گفتیم گپ ما ابتدا باید به چی باشه؟ با السلام علیکم، التحیه و التعارف معرفی. اهلا و سهلا در آخر میگه خوش آمدی، خوش آمدید. خب 3 کار ما انجام دادیم، بلکه 4 کار انجام دادیم. ترجمه هم ورسره شنیدیم، بعد از او تکرار کردیم، بعد از او هم ترجمه شد. حالا مهمترین نقطه محاوره است. نقطه سوم محاوره. اینمی چیزایی که ما و شما میخوانیم عملا باید ما او را انجام بدیم. خب بازم ما تکرار میکنم، چند راه داریم. راهی اول، شما اگر کلام همسنفی دارین، دوستتان است، برادرتان است یا پارتنرتان است که با شما یک جای درس میخوانه، شما با هم محاوره کنید. یکتان محمد و دیگرتان هم شریف، از هم پرسان کنید. لازم نیست پاکستان و ترکیه دیگه کشورها را یاد کنید بگین که من این انت، یا در ماحولتان، در محیطتان با هر کسی روبرو میشوین پرسان کنین من این انت. انا من مثلا تاجیکستان، از هر کشوری که باشه. به این شکل شما با دوستتان، با برادرتان محاوره کنید. اگر نمیشه خودتان یک دفعه محمد جور شوین و یک دفعه هم شریف، با خود یک فضای محاوروی جور کنین تا امی درس براتان خوب صحیح یاد شود. و یا در مقابل آینه ایستاد شو امی را عملا تمرین کو. و 4م نوشتاری که نوشتن هست، کوشش کنید نوشته کنین خوبتر. از حروف هجا شروع کنید. اول حروف خوب صحیح یاد بگیرین که چه قسم نوشته میشه. الف، درست است. با باز کلمات نوشته کنین. مثلا انا، درست است، نوشته کنین انا. من به این شکل چند مرتبه نوشته کنید
ان شاء الله العظیم به این شکل آهسته 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 که ما پیش میریم عربیتان روز به روز خوب شده میره. میگه قطره قطره دریا شود، قطره قطره دریا شود. ناامید نشوین، تلاش کنین، کوشش کنین. ان شاء الله العظیم عربی خیلی ساده و آسان هست. خب دوستان عزیز، در آخر فراموشتان نشوه، یادتان نروه صفحه ما را سابسکرایب کنید، ما را حمایت کنید تا تشویق شویم به شما درس های خوبتر و بهتر ارائه کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دانش آموزان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به درس چهارم التحیة و التعارف. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیة و التعارف، الحوار الرابع. ابتدا السلام علیکم و علیکم السلام. مریم، من أين أنت؟ من أين أنت؟ زينب، أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ مريم، أنا سورية. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من سوريا. زينب، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خب ما 2 دفعه خواندم، شما کوشش کنین این ویدیو را بیشتر و بیشتر گوش بگیرین، چون مهمترین نقطه استماع هست. چی وقت زبان شما، عربی شما رشد میکنه؟ وقتی که زیاد گوش بگیرید. خب بعد از او چی میکنیم؟ بعد از او من میخوانم، شما با من تکرار کنید. التحیة و التعارف. التحیة و التعارف. بخوانید. السلام علیکم و علیکم السلام. من أين أنت؟ من أين أنت؟ تكرار کنید. أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم. نعم أنا مصرية. نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. به می شکل شما کوشش کنین تکرار کنید. حالا معنا میکنم. اینو معنا شده. السلام علیکم و علیکم السلام. من أين أنت؟ درس گذشته ما شما بود من أين أنت. امروز من أين أنت. تفاوت در کجاست؟ در انت و انتی. گفتیم انت به مذکر، وقتی مخاطب ما مذکر باشه، پسر باشه، میگیم انت. اگر مؤنث دختر خانم باشه میگیم انتی. من أين انتی؟ تو از کجا هستی؟ میگه انا من مصر. من از مصر هستم. هل انتی؟ اینجا باز چون مخاطبش کی است؟ زینب هست. زینب. هل انتی مصریه؟ آیا تو مصری هستی؟ اینجا یک نقطه را متوجه باشین دوستای عزیز. اگر مخاطب ما مذکر باشه هل انت مصری به این شکل میشه. درست است؟ بازی مسائل ما و شما انشاءالله در سای بعدی میخوانیم حتما که ای تا به چی معنا، به چی دلالت میکنه. این مسائل باز آهسته آهسته تشریح میشه. به هر حال ای تای چی است؟ تأنیث هست. میگه هل انتی مصریه؟ آیا تو مصری هستی؟
نعم بله أنا مصرية من از مصر هستم وما جنسیتك جنسیتك به این مسائل خیلی متوجه باشین و تابعیت تو چی است درست است انتی تو انا سوریه من سوری هستم انا من سوریا من از سوریه هستم سوریه نام یک کشور هست و کسانی که از سوریه هستند اگر دختر خانم باشه سوریه میشه اگر مذکر باشه مرد باشه میگه انا سوری اهلا و سهلا اهلا و سهلا یعنی خوش آمدی بعد از استماع مهمترین نقطه چی است؟ محاوره است چون این حوار است محاوره است بعد از اینکه شما دقیق گوش گرفتین بعد از او دقیق تکرار کردین حالا میآید نوبت چی؟ نوبت محاوره طوری که در درس های گذشته براتان گفتم تلاش کنین اگر همسنفی دارین دوست دارین برادر دارین با هم محاوره کنین یکتان مریم و دیگرتان رولی زینب بازی کنین که پرسان کنین من این انتی من این انت انا من مصر و یا با خود محاوره کنین یک دفعه بگین که من این انتی جوابش هم خودت بدی انا من مصر انشالله بعد از محاوره ششم کسانی که با ما درس‌ها را اما تو مسلسل گوش گرفتن گروه های واتساپ انشاءالله ما میسازم باز اونجا ما و شما حتما محاوره میکنیم گفتیم جنسیه چی معنا؟ حتی ما و شما در فارسی هم استفاده میکنیم نه؟ جنسیه تابعیت یا در انگلیسی میگه nationality درست است سوریه گفتیم نسبت به چی است به کشوری به نام سوریه خب دوستان عزیز تلاش کنین این را شما نوشته کنین تا با نوشتاری زبان عربی آشنایی پیدا کنین و نوشتن سبب میشه انسان بعضی کلمات بعضی جملات درست یاد بگیره مثلا به این شکل شما اول حروف نوشته کنین بعد از او به شکل کلمات مثلا الف با مثلا انت درست است با تشکیل با مثلا این به خاطر چی است مؤنث هست این به خاطر مذکر هست مثلا در مذکر مؤنث اینی حرکات خیلی مهم است انت و انتی اینا رو شما تلاش کنید نوشته کنین خب بینندگان عزیز محاوره چهارم ما همینجا به پایان رسید که این درس محاوره پنجم هم داره محاوره ششم هم داره باز بعد از محاوره ششم باید ما و شما این توانایی را داشته باشیم که خود معرفی کنیم به زبان عربی و کسانی که در مقابل ما و شما هستند این توانایی را پیدا کنیم از او ما پرسان کنیم که نام تو چی هست از کدام کشور هستی جنسیه یا تابعیت تو چی هست این احوال پرسی را باید ما انجام داده بتانیم این چی وقت میشه وقتی میشه که ما با این چهار مهارت پیش بریم دقیق گوش بگیریم دقیق تکرار کنیم و محاوره کنیم بعد از 6 درس یا 6 محاوره ان شاء الله این توانایی را شما پیدا خواهید کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درس امروز آغاز میکنیم در ابتدا شما گوش بگیرید من میخوانم شما فقط شنونده باشید بسم الله الرحمن الرحیم التحیة والتعارف الحوار الخامس السلام عليكم وعليكم السلام أحمد هذا أخي هو مدرس
بدر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحمد. هذا صديقي. هذا صديقي. هو مهندس. هو مهندس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحمد. مع السلامة. أحمد. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. حالا شما با من تکرار کنید. التحية والتعارف. الحوار الخامس. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخوانین با من. هذا أخي. هذا أخي. هو مدرس. هو مدرس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذا صديقي. هو مهندس. هذا صديقي. هو مهندس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. خب دوستان عزیز معنایش میکنم. گفتیم التحیة و التعارف. این درسای قبلی معنا شده. الحوار الخامس. الخامس یعنی پنجم. محاوره پنجم. محاوره بین کی هست؟ احمد و بدر. بدر نام است. هذا اخی. هذا این. این یک شخصی مثلا احمد میگه به بدر ای برادرم است. هذا اخی. این اخی برادر. اینجا ببینین الاخ. الاخ یعنی برادر. اخی برادری من. هو او. هو او مدرس استاد هست. معلم هست. بدر چی میگه؟ اهلا و سهلا. چون با برادر ازی معرفی شد میگه خوش آمدی. از دیدنت خوش شدم. احمد چی میگه؟ هذا صدیقی. هذا این. صدیق دوست میگه. هذا صدیقی دوست من هست. هو مهندس. او چی هست؟ مهندس که ما و شما هم در فارسی کم و بیش استفاده میکنیم. مهندس یعنی انجینیر. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی خوش آمدی که دوستی احمد هست. مع السلامه. خدا حافظ یعنی در حفظ و سلامت الله متعال باشی. او چه میگه؟ مع السلامه یعنی از لحاظ ادب اجتماعی وقتی که ما با یک کسی معرفی میشیم میگیم اهلا و سهلا خوش آمدی. وقتی از هم جدا میشیم میگیم مع السلامه. سلامت باشی، زنده باشی، خوش باشی. تمامش استفاده میکنیم. خب دوستان عزیز میاییم به بخش محاوره. شما تلاش کنید. برادرتان هست، دوستتان است، معرفی کنین. توانایی از این داشته باشین. وقتی که با شما یک کسی می باشه برادرتان، دوستتان، به یک دوست دیگرتان معرفی میکنین. چه قسم به معرفی میگیرین؟ به این شکل. السلام علیکم و علیکم السلام. میگی هذا اخی. ای برادرم هست. هو مدرس. او استاد هست. یا اگر کدام کسب دیگری داشته باشه باز اونا رو انشاءالله آیسته آیسته میخوانیم. به می شکل مثل که در درس‌های گذشته براتان شیوهش نشان دادم، یا با همسنفیتان، یا با برادرتان، با دوستتان، حتی با خودتان این شیوه محاوره را انجام بدین. اینجا ما و شما چند کلمه جدید داشتیم. مثلا گفتیم هذا. درست؟ هذا گفتیم این. این. اخ برادر. مدرس. درست است که ما و شما در فارسی هم استفاده میکنیم. معلم، مدرس. معلم امو استاد یا معلمی که در مکاتب درس میده و مدرس در مدارس دینی درس میده. ما و شما در اصطلاح
فعلی در افغانستان استفاده میکنیم، اما در عربی مدرس حتی در مکتب هم استفاده میشه، یعنی در مکتب استفاده میشه. خب همچنان اهلا و سهلا، خوش آمدید. اهلا و سهلا گفتیم استاد، اهلا و سهلا، خوش آمدید. و همچنان صدیق، صدیق گفتیم دوست. مهندس، مهندس، انجینیر. هو، او. دیگه مع السلامه، خدا حافظ. به این شکل با شما تلاش کنید مهارت چهارم ایره نوشته کنید. شروع کنید به نوشتن. مثلا نوشته کنید هذا اخی. به این شکل جمله بندی تمام بشه نوشته کنید. خب دوستان عزیز، یک محاوره ما و شما مانده، او را هم ان شاء الله العظیم میخوانیم. بعد از 6 محاوره شما باید این توانایی را پیدا کنید که با دوستانتان، با هر کسی وقتی که روبرو میشوین، هم خود معرفی کرده بتانین و هم از او شما یک چیزی معلومات گرفته بتانین در مورد خودش که از کجا هست، برادرتان است، دوستتان است، برش اهلا و سهلا گفته بتانین. وقتی که از هم جدا میشین برش مع السلامه گفته بتانین. این توانایی را باید شما در درس اول پیدا کنید و من مطمئن هستم که شما ان شاء الله العظیم اگر هر 6 محاوره را به همین 4 مهارتی که من براتان هر درس همراهتان پیش میرم شنیدن درست است و محاوره، تکرار و همچنان نوشتن، اگر به همه 4 مهارت شما هر درس پیش برید ان شاء الله العظیم این توانایی را پیدا میکنین. اگر فقط ویدیو را یک دفعه باز میکنی، گوش میگیری، باز میگی ما یاد نگرفتم، طبیعی است که یاد نمیگیری. خوش آمدید به درس 6، محاوره 6 و آخرین محاوره از درس چی؟ التحیه و التعارف. خب با خواندن این درس شما باید این توانایی را پیدا کنید، باید هم پیدا کنید که چه قسم خود را معرفی کنید، چه قسم یک برادر، یک خواهر خود را معرفی کنید، از کجا هست، چی وظیفه داره، چی کار میکنه، آیا شاگرد هست، آیا استاد هست. وقتی با یک کسی شما ملاقات میکنید چه قسم با او سلام کنید و وقتی که از هم جدا میشوید چه قسم با او خداحافظی کنید. ان شاء الله العظیم با این 6 محاوره ما و شما باید این توانایی را پیدا کنیم. خب من درس شروع میکنم، اول باید گوش بگیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیه و التعارف، الحوار السادس. السلام علیکم و علیکم السلام. محاوره است بین ندا و هدا که هر دو نام یک دختر هستند. ندا هم نام دختر هست و هدا هم نام دختر هست. خب ندا چی میگه؟ هذه اختی، هذه اختی، هی طبیبه، هی طبیبتون، هر دو درست است. طبیبه، طبیبتون، هر دو درست هست. اهلا و سهلا، اهلا و سهلا. هذه صديقتي، هذه صديقتي، هي طالبة، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة، مع السلامة. حالا من میخوانم شما با من تکرار کنید. خب صحیح گوش بگیرید بعد از او تکرار کنید. السلام علیکم. وعليكم السلام. ندى هذه أختي، هي طبيبة، هي طبيبة. هدى
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هذه صديقتي. هي طالبة. هي طالبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ندى مع السلامة. هدى مع السلامة. حالا معنا میکنم الحوار السادس، محاوره ششم. السلام علیکم و علیکم السلام. گفتیم ندا نام دختر هست. بیاییم به معنایش. هذه اختی. اگر در محاوره پنجم یادتان باشه ما گفته بودیم هذا اخی. هذا اخی. درس امروزی هست هذه. هذه و هذا این. میگیم این. هذه به مؤنث استفاده میشه. اختی اونجا گفته بودیم اخی، اینجا میگیم اختی. اختی یعنی خواهرم است. این خواهرم است. هی اونجا گفته بودیم هو، اما اینجا میگیم هی. هی هم این. طبیبتون یعنی دکتر. طبیبتون دکتر. به متوجه باشین. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا یعنی خوش آمدی. هذه صدیقتی. اونجا گفته بودیم هذا، اما اینجا میگیم هذه. این هست صدیقتی. دوستم. صدیقتی. اینی یک تا اینجا اضافه شده. این تای تأنیث هست. هی طالبتون. اونجا گفته بودیم هو، اما اینجا میگیم هی. هو هی. هو هی. اینا خوب در ذهنتان باشه. طالبتون یعنی شاگرد هست، محصل هست. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا خوش آمدی. باز وقت از هم جدا می شوند. مع السلامه. در حفظ الله باشی. خب در این درس کلمات جدید چی هست؟ هذه. هذه این. اخت خواهر. اخت. هي. هي طبيبة. طبيبة. درست است؟ صديقة. یا صديقتي. طالبة. طالبة. و اینا خب خوانده بودیم. پس شما در این درس یاد میگیرین که هذه برای مؤنث استفاده میشه. اخت یعنی خواهر. اختی وقتی که یا اضافه کردیم یعنی خواهر من. هی همچنان به مؤنث استفاده میشه یعنی او. طبیبه. طبیبه دکتری مؤنث، دکتری خانم. صدیقه. صدیقه صدیق دوست. صدیقه مؤنثش. طالب شاگرد. طالبه مؤنثش. این کلمات شما یاد گرفتین و چه قسم در جمله استفاده کنید. خب دانش آموزان گرامی، با این محاوره یعنی ما و شما 6 محاوره را تکمیل کردیم از درس التحیه و التعارف. به چی معنا؟ به این معنا که ما و شما با تکمیل کردن این درس باید یاد گرفته باشیم چه قسم با مردم ما و شما سلام کنیم، چه قسم از اونها احوال پرسی کنیم. خب دوستان عزیز، اول خود شما تلاش کنین این 6 محاوره را خب صحیح به مو 4 مهارتی که من براتان هر درس پیش میبرم صحیح گوش بگیرین و صحیح بخوانین، تکرار کنین، محاوره کنین و درس آینده ما و شما که فراموشتان نشوه خیلی مهم می باشه. خلاصه این 6 محاوره را من براتان تهیه میکنم. در این تخته خلاصه نوشته میکنیم، یعنی بدون استفاده از تخته چه قسم ما بتانیم خود معرفی کنیم. من کی هستم، تو کی هستی، از کجا هستی، من از کجا هستم، تابعیت تو چی هست، ای چیت میشه، برادرت است، خواهرت است. این تمامش ان شاء الله العظیم ما و شما باید روان انجام داده
بتانیم و میتانین. مطمئن باشین که میتانین. من جد وجد. هر کسی که جد تلاش کرد او حتما یک چیزی پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از اینکه ما و شما 6 درس در مورد التحیت و تعارف خواندیم، ما و شما شنیدیم، ما و شما محاوره کردیم، حالا این توانایی را باید پیدا کرده باشیم که چگونه خود را به زبان عربی معرفی کنیم. این توانایی را باید شما پیدا کرده باشین. و دیگه خوشخبری براتان میتونم که امروز با استادتان کاملا معرفی میشوین که این استادتان کی هست، در کجا زندگی میکنه، در کجا کار کرده، در کجا کار میکنه، در کجا درس خوانده و در کجاها درس داده. آیا فقط یک استاد فیسبوکی هست که از کجاهای چند نقطه را میگیره به شما درس میده، یا عملا درس خوانده و سالها درس داده؟ پس تا آخر با ما باشین، تا آخر بیننده و شنونده ای درس باشین و شما هم ان شاء الله العظیم این توانایی را باید داشته باشین، شما هم خدا معرفی کنین. و دیگر خوشخبری که براتان دارم، امروز گروپ های واتساپ براتان به معرفی گرفته میشه، شماره واتساپ براتان داده میشه. شما با من در تماس شوین تا درس هایی را که شما ثبت میکنین به من روان کنین، من بشنوم، براتان اصلاح کنم و دوباره براتان روان کنم. خب دوستان عزیز، شروع میکنیم به درس. خب دقیق گوش بگیرین، من خدا به زبان عربی به معرفی میگیرم. اسمی قدرت الله مخدوم ابن عبدالله. به این شکل هم گفته میتونین اخوکم فی الله قدرت الله مخدوم. انا من افغانستان ولایت بدخشان. اسكن حاليا في ولاية كابل. اعمل في وزارة التربية والتعليم. درست في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 10 سنوات. كما درست مرحلة الماجستير في معهد الخرطوم الدولي للغة العربية في السودان. ودرست اللغة العربية في عدة جامعات، في جامعة تابش في كابل، في جامعة البيروني في كابسا وجامعات أخرى. وأخيرا تشرفت بمعرفتكم. خب دوستان عزیز، من خلاصه خدا به معرفی گرفتم، شما هم به میشی و خلاصه میتونین خدا معرفی کنین. من خلاصه معنایش میکنم. اسمی یعنی نام من. خب بعد از او باید بفهمین انا من که را ما شما خواندیم. انا من هستم از، باز نام کشور خدا میگیرین و نام ولایت. اسکن حالیا فی، حالا من زندگی میکنم در هر جایی که زندگی میکنین. اعمل فی، اعملو کار میکنم، در کجا کار میکنین ذکر کنین. درستو فی، مثلا اگر شما درس خواندین مرحله لیسه، مرحله فاکولته، ماستری، به می شکل. بینندگان عزیز، در هر درس اگر متوجه باشین من شما را به مهارت شنیداری خیلی تاکید میکنم. چرا؟ ببینین این است هر دوش یک قسم نوشته میشه اما تلفظش معناش خیلی فرق میکنه و کاملا فرق میکنه. درستو یعنی من درس خواندم، درستو بالاش یک تشدید داره، به این معنا که من تدریس کردم، درس دادم. درست است؟ اگر شما تجربه کاری داشته باشین ذکر میکنین. شخصا خودم زبان عربی را در دانشگاه مدینه منوره در عربستان سعودی خواندم تا مرحله لیسانس و همچنان مرحله ماستری را در سودان در الخرطوم خوانده ام. به این معنا که الحمدلله من استاد مسلکی در این زبان هستم. یعنی شما کاملا تشویش نکنین که والله شخصی که ما را درس میده چه قسم درس میده، من شما را ان شاء الله کاملا مسلکی درستان میدم. آهسته ما و شما که کمی درس ها پیش رفت، این ترجمه را ما کم کده میرم، باز ان شاء الله ما و شما کاملا به مرحله میرسیم که تدریس هم کاملا به زبان عربی خواهد بود و شما هم به مرحله میرسین که کاملا برداشت میکنین و خواهد فهمیدید. و
درست اللغة العربیه، یعنی من شخصا خودم تدریس کرده هم زبان عربی را در چندین دانشگاه ها و کورس ها و مکاتب ما تدریس کردم. تشرفت بمعرفتکم، یعنی به معرفی شما من مشرف شدم، خوشحال شدم. خب حالا شما هم خدا به معرفی بگیرین به می شکل، یا خلاصه تر ازی، یا به می شکلی که من خدا معرفی کردم شما هم خدا به معرفی بگیرین به می شکلی که من براتان نوشته کردم، باز کمی کمی معلومات اضافه تر. اینی شماره را با خود ثبت کنین: 0093 700 49 77 77. برای من شخصی مسیج بدهید. گروپ های واتساپ برایتان ساخته میشه. شما چی کار میکنین؟ وقتی که خود به معرفی گرفتین شما ثبت کنین. ویدیو نباشه، لازم نیست ویدیو باشه، فقط صدایتان باشه. باز ما برایتان گروپ ها میسازم و در اونجا برای ما روان کنین، ما براتان اصلاح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.